ادامه می‌دادند و هر بار اعمال انتقام جویانه آنها بزرگتر و مضحک‌تر می‌شد. افتادن تکه‌ای کاغذ به موجی از رفتارهای خشن مثل به صدا درآوردن آژیر آتش‌نشانی، راندن یک کامیون به داخل حصارهای باغ، پرتاب سنگ به طرف پنجره‌های یکدیگر و سرانجام پرتاب یک بمب دستی و تخریب خانه‌های آن دو منجر شد. سرانجام هر دوی آنها از بیمارستان سر درآوردند و باید مدتی رو کاملاً آرام و کنار یکدیگر در یک اتاق به سر می‌بردند. آن دو در ابتدا از صحبت کردن با یکدیگر امتناع می‌کردند، اما یک روز که از سکوت خسته شده بودند، شروع به صحبت با هم کردند. همانطور که زمان می‌گذشت، آنها با یکدیگر دوست شدند تا اینکه یک روز سرانجام شهامت به خرج دادند. درباره افتادن آن تکه کاغذ با یکدیگر بحث کردند و بالاخره پی بردند